درود نور دوستای عزیزم، به کانال درونیاب خیلی خوش اومدین. این اولین ویدیویی که دارم به صورت بلند توی این کانال منتشر میکنم براتون و یه مدیتیشن به نام مدیتیشن راهنمای ملاقات با فراخود. فراخود یا خود برتر همون کسیه که بهترین ورژن شماست و قراره تمام سوالاتی که شما دارین رو جواب بده. پس ازت خواهش میکنم تو حالت راحت ترین حالت خودت قرار بگیری، چه حالت نشسته چه درازکش، و ارتباط تو با دنیای بیرونی قطع کنی و فقط به صدای من گوش کنی. امیدوارم که تجربه فوق العاده قوی رو لمس کنی. دوستدار همتونم، درونیاب. خب دوستان عزیزم، امیدوارم همونجوری که در ابتدای ویدیو بهتون گفتم توی راحت ترین حالت خودتون قرار گرفته باشین و خوب به صدای من گوش کنید. ازت میخوام تصور کنی که در وسط یک کره نورانی قرار داری. کره‌ای که در ظاهر به رنگ سفیده، ولی هر چقدر بیشتر بهش دقت میکنی و محو تماشاش میشی متوجه میشی تمام رنگ‌های رنگین کمون رو درون خودش داره. یه نفس عمیق در این نور شفابخش فوق‌العاده بکش و تصور کن با بازدمت تمام تنش‌ها و منفی‌ها رو رها می‌کنی. این تنش‌ها و منفی‌ها رو به عنوان یک رنگ تیره‌تر تجسم کن. یه چیزی مثل دود سیگار یا قلیون که داری توی اون نور رهاشون می‌کنی و وقتی رها میشه به درخشندگی بیشتر تبدیل میشه. همین کارو چند بار ادامه بدید. حالا ازت میخوام ریتم طبیعی تنفس خودتو پیدا کنی تا زمانی که خودت بفهمی که از نظر تنفسی توی راحت ترین حالت خودتی. ازت میخوام اجازه بدی این انرژی رنگین کمانی توسط تنفست وارد بدنت شه و تمام ماهیچه ها و سلول های عصبی و تک تک اتم های بدن شما رو در بر بگیر. شما میتونی تصور کنی این انرژی شفابخش گرم روی پوست سر و شقیقه های شما شسته میشه و تمام تنش ها رو از ماهیچه های اطراف سر شما آزاد میکنه. در تمام عضلاتتون حرکت میکنه و تمام گره های انرژیکی رو پاک و پاکتر میکنه. گره های انرژیکی مثل گوی های سیاهی هستن که بر روی مسیرهای انرژیکیتون نشستن. انرژی که از پیشانی و چشم سوم شما حرکت میکنه چشم سومتون رو به رنگ آبی درخشان میکنه. این یک احساس بسیار لذت بخش. پس آروم و رها باشید. به انرژی اجازه بده تا استخوان گونه ها، دهان، بینی و فک شما رو پاکسازی کنه و همینطور تمام ماهیچه هایی که در طول روز استفاده می کنید رو پاکسازی کنه. حالا این نور از گلوی شما حرکت میکنه و همینجوری بهتون آرامش میده. این انرژی تمام ماهیچه ها و همه سلول هاتون رو چک میکنه و پاکسازی میکنه. نور به سمت شونه ها و بازوهای شما میچرخه و تمام عضلات بزرگ و کوچیک رو شل میکنه. حالا به سمت پایین بازوهاتون آروم آروم میاد به سمت مچ دست‌ها و حالا میتونی انرژی این نور شفابخش رو در نوک انگشتای دستت حس کنی.
خیلی آروم این نور درخشان رنگین کمانی به سمت قفسه سینه میره و خرد قلبتون رو فعال میکنه. احساس سوزن شدن خاصی در این ناحیه به دست میده. هر دردی که در چاکرای قلبت داری و نگهش داشتی رو التیام میبخشه. شما احساس پاکی و شادابی میکنید. این انرژی به سمت شکم شما حرکت میکنه و تمام ماهیچه ها رو شل و شلتر میکنه. حالا شما اجازه میدید این نور آرام بخش تمام فضای معده شما رو شستشو بده. نور الهی رنگین کمانی حالا شروع به جاری شدن در ناحیه لگنتون میکنه که به این نور شفا بخش اجازه بدید تا تمام اتصالات کارمایی که در اون فضا دارید و مانند رشته هایی قیچی کنه. نور درخشان به سمت ران و ساق پاتون حرکت میکنه. ساق پا، مچ پا، کف پا و انگشتان پا، تمام عضلات بزرگ و کوچیکتون رو شل میکنه. شما احساس پاکی و شادابی میکنید. میتونی انرژی این نور شفا بخش رو در نوک انگشتای پات احساس کنید. شما دوباره شاداب و جوان شدید. در آرامش اکنون شما آماده هستی تا با خود برترت ارتباط برقرار کنی. ازت میخوام تصور کنی روبروی در معبدی هستی. شما متوجه یک ورودی بسیار بزرگ میشین که به رنگ طلاییه. 2 شیره فوق‌العاده زیبا در سمت چپ و راست این دره. یک کوبنده‌ای روی صورت شیر هست. شما اونو میگیری و 1 مرتبه میزنی. صدای این آویز در اطراف طنین انداز میشه. درها به طرز جادویی باز میشن و شما رو یک انرژی گرم دعوت کننده به داخل دعوت میکنه. در فضایی که وارد میشین احساس راحتی و در عین حال کنجکاوی فراوان دارید. چه فضای باشکوهی. به محیط اطراف خوب نگاه کنید. چه مبلمان باستانی زیبایی. متوجه میشی که در مقابلت برای عبور از اتاق آسانسور شیشه‌ای قرار داره. شیشه هاش میدرخشن و نور رنگین کمانی و شفاف به سمت اون کشیده میشه. درها بی صدا باز میشه. احساس امنیت مطلق میکنی. وارد آسانسور شدی. تنها 1 دکمه در آسانسور هست. 1 دکمه رنگین کمانی درخشان که روش نوشته فراخود. شما لبخند میزنید و تصمیم میگیری که اون دکمه رو فشار بدی. همونطور که آسانسور به آرامی بالا میره از 1 تا 10 میشمارم. وقتی به 10 رسیدم شما به مقصد خودتون رسیدید. احساس آرامش کامل، احساس سبکی، امنیت، احساس لذت بردن از سفر، احساساتیه که وجود شما رو فرا گرفت. به نفع شماست که به ذهنتون اجازه اعتماد و آرامش بدید. 5. رها کنید و از وجودتون
و خودتون و حضورتون لذت ببرید. 6. مشتاقانه منتظر دیدار فوق‌العاده‌ای هستید. هرچه بالاتر و بالاتر میرید، خارج از عمارت و فضا، احساس شادی و آرامش وجودتون فرا میگیره. 8. شما آماده استراحت و لذت بردن از این ارتباط هستید. 9. چه سفر زیبایی. و 10. اکنون کاملا آرام هستید. درای شیشه‌ای باز میشن و شما خودتون رو داخل یک اتاق سفید رنگ گنبدی شکل میبینید. اونجا یه اتاق بزرگ و روشنه. دور تا دور این گنبد و پنجره قرار دادن و میتونی ببینی که در وسط این فضای کیهانی شخصی منتظر شماست. بیشتر قسمت‌های اتاق خالیه، ولی وقتی که بیشتر دقت میکنی متوجه میشی چهره‌ای درخشان با لباس‌های سفید قدم میزنه. این چهره خود شماست در بهترین وضعیت خودتون. یک چهره متفاوت از شما که با اعتماد به نفس و درخشان و کامل به نظر میرسه. وقتی که به مرکز این گنبد میایی و به خود برترت سلام میکنی، احساس خوبی ده. ازت میخوام به سمتش بری و دقیقاً در وسط این گنبد اسم خودتو صدا کنی و سلام کنی. حالا هر دو روی صندلی روبروی هم می نشینید و از خیره شدن در چشمان یکدیگر برای مدت طولانی لذت میبرید. شما چیزای زیادی دارید که میخواید به اشتراک بگذارید. اینو شما خوب میدونی که این موجود شگفت‌انگیز هر چیزی رو میدونه. تمام زندگی شما، تمام رفتارهای شما احساس میکنید که شفا یافتید. بپرسید، چون ازتون سوال داره چه چیزی رو میتونه برات حلش کنه. ازش بپرس چه چیزی رو میتونم رها کنم تا جایی برای بالاترین پتانسیل خودم باز کنم و خوب گوش بده. جوابت میتونه به صورت کلمات یا احساسات باشه یا به صورت شناخت و افکار. شما اکنون کاملا متصل هستید. میتونید صحبت کنید، بپرسید، گوش کنید یا فقط برای مدتی در این انرژی باشید تا شفای کامل رو تجربه کنید. چند دقیقه با خود برترت تنهات میذارم تا سوالاتتو بپرسی و دوباره برمیگردم. خب دوست عزیزم، الان متوجه میشی که هم خودت هم خود برترت در مقابل هم ایستادین
خودتون همدیگر رو به آغوش میکشین و جملات پایانی رو به همدیگه بیان میکنید. حالا تجسم کن که خود برترت تبدیل به یک نور شفاگر میشه و مثل یک گول به کف دست‌ها جاری میشه و از اون طریق وارد بدنت میشه. بهت تبریک میگم، این تجربه لذت بخشو ازت میخوام برگردی سوار آسانسور بشی و دوباره از در عمارت خارج بشی. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. بهتون توصیه میکنم که اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین، چون به زودی مدیتیشن های تخصصی برای پاکسازی براتون میذارم که بتونیم همزمان حتی با هم انجامش بدیم. دوستتون دارم. ارادتمند شما در